به نام خدا. پارت هفتم از داستان گناهکار. دوستای گلم، ممنون میشم با لایک و کامنت هاتون به همون یه انرژی خاصی بدید و اگر انتقاد و یا پیشنهادی داشتین در قسمت کامنت ها با ما در میون بذارید. ممنونتون میشم. در این قسمت از داستانمون آقای آژان با شایان خان روبرو میشه و تمام حرفایی رو که میشنوه کلا دگرگونش میکنه و به این فکر فرو میره که چرا شایان باید چنین کاری رو با دیگران بکنه. بریم برای شروع داستان. آشام: ذهنم به کل از کار افتاده بود. حرفایی که شنیدم و التماسهای اون دختر خاطرات بدی رو توی ذهنم زنده میکرد. با قدم‌های بلند وارد سالن شدم. شایان کنار پنجره ایستاده بود. با ورود من برگشت و نگاهم کرد. با اخم و فکی منقبض شده گفت: کجا بردیش؟ کمی ایستادم و نگاهش کردم. توی چشای هم خیره بودیم و از درون هم از آتیش خاطراتم میسوختم. به طرفش رفتم و به روبروش ایستادم. یکی از دستامو بردم توی جیبم و با دست دیگرم به اون اشاره کردم. تو چی کار کردی شایان؟ نگاهش رنگ تعجب گرفت. منظورت چیه؟ خودت خوب میدونی که منظورم چیه. حرفایی که میزدی حقیقت داشت؟ کلافه توی موهاش دست کشید. کدوم حرفا؟ چی داری میگی؟ برو اصل مطلب. داد زدم: اصل مطلب همون حرفایی که بین شماها رد و بدل شد. بلندتر گفتم: تو به یه زن متأهل نظر داشتی؟ کمی نگاهم کرد و در آخر بلند خندید. در حالی که با تعجب نگاهش میکردم، اشکهایی که بر اثر خنده زیاد توی چشاش نشسته بود رو پاک کرد و با خنده گفت: خیلی حرفت برام جالب بود پسر. باورم نمیشه تو داری اینو میگی. میدونستم از شایان هر کاری ساخته است، ولی فکرشو نمیکردم اینقدر بی وجود باشه که بخواد با زنای شوهردار هم رابطه داشته باشه. با کنترل خشم رو بهش داد زدم: من هرچی که باشم کثافت نیستم. خودت میدونی هر چقدر از خیانت متنفرم. میدونی که چنین صحنه‌هایی آزارم میده. پس چرا؟ دیگه نمیخندید. اونم با عصبانیت تو چشای من خیره بود. بفهمم داری چی میگی آشام؟ آره میدونم توی از این جربزاها نداری. واسه همین میگم نتونستم کامل توی آموزشت موفق باشم. تو اونی که من میخواستم نشدی. نشدم چون نخواستم. تو خودت خوب میدونی مقصود من از این حرفا چیه. پس حق نداری هر حرفی رو که خواستی رو به زبونت بچرخونی. شاید داد زد: من هر کاری که بخوام انجام میدم. من عاشق اون زن بودم. ولی اون شوهر داشت. بلندتر گفت: داشت که داشت. واسه هم مهم نبود که شوهر داره یا نه. من اونو میخواستم. واسه همینم فریاد کشیدم: زنی خانواده‌شو نابود کردی؟ آره؟ حرفی من آشام نابودی، فراموشی کردن. با خشم پشتم رو بهش کردم و با حالتی عصبی توی موهام دست کشیدم. حرفت چیه لعنتی؟ بی‌آبرو کردن یه زن شوهردار؟ یعنی حتی ذره وجدان نداری؟ بازومو گرفت و روبرو ایستاد. تو که از من بی وجدان‌تری پسر. تو که یکی یکی دخترای مردم به خاک سیاه میشونی. چرا این حرفا رو میزنی؟ تو که به فلاکت میکشونی، تهش هم یه توف میندازی توی صورتش و میگه از همتون متنفرم. چیه؟ حالا جلو میستادی و واسه من دم از وجدان میزنی؟ آره من این کارو کردم. افتخار میکنم. تو حرفی نیست، ولی اونا با بقیه فرق میکردن. کار بی همجنسشون نداشتم. فقط روحا رو میخواستم تخریبشون کنم. من با روح اون دختره کار داشتم، نه چیز دیگه. خودت هم خوب میدونی مقصودم چی بود. ولی برای اون کار وجدانت خوابه. پس چرا از اون موقع توقع داری از چیزی که میخواستم چشم پوشی کنم؟ فریاد کشیدم: من از خیانت متنفرم لعنتی. اون هم بلندتر داد زد: ولی من نه. من به هر کس و ناکسی خیانت میکنم. که هم نمیگازه. من با تو فرق دارم. اینو تو گوشات فرو کن آشام. یه تلخی پوزخند زدم. آره فرق داری. من بد شدم چون باید بد میشدم. من گناه کردم چون باید سنگ میشدم. من توی زندگیم با خشم اونس گرفتم. چون من رسیدم به هدفم باید پستر از این آدم میشدم. ولی سرتاسر زندگیم از خیانت متنفر بودم و هستم. چون برام به بدترین شکل ممکن خاطراتی رو زنده میکنم. خاطراتی که این همه سال خواستم ازشون فرار کنم ولی نتونستی آشا. فریاد زدم: آره نتونستم. میدونی چرا؟ چون میخواستم یادم بمونه. از این یادآوری زجر بکشم. میخواستم با زجر کشیدن خودم به قدرت برسم. قدرتی که هیچ احدی نتونسته با هم برابری کنه. اون وقت بود که میتونستم بشم همون آشامی که براش تلاش میکردم. ولی تو داری تمام زحمات منو به باد میدی. نگاهش کردم که ادامه داد: من عاشق مادر دلارام شدم. ولی بعد مرگش فهمیدم تمام خواستم بود. ولی این دختر اون کاملا فرق میکنه. پوزخند زدم: چطور؟
نکنه چون خوشگل‌تر جوان‌تر از مادرشه؟ آره، ولی اینو مطمئنم اگه نیاز هم باشه علاقه هم وجود داره. حاضرم براش هر کاری بکنم، ولی شده یه شب رو با اون باشم. اخمام تو هم رفت. برگشت و زل زد تو چشام. این دختر باعث میشه مثل دوران جوانیم به وجد بیام. هیجانی که توی رگ و خونم تزریق میکنه. برام حتی قابل وصف نیست. اون شب که نزدیکش بودم اینو فهمیدم. تا قبل از اینکه ببینمش فراموش شده بود. ولی اون شب توی مهمونی دیدمش. اون منو ندید، ولی من تمام مدت محو صورت دلنشینش بودم. از همون شب نتونستم خیالش رو از جلوی چشام محو کنم. انگشت اشاره‌اش رو به نشانه تهدید به سینم گرفت و گفت: من دلارامو میخوام پسر. تا وقتی که فکر میکردم با منصوری نسبت داره، جاش اینجا بود. چون جزو نقشه‌مون محسوب میشد. ولی از حالا به بعد دیگه نقشه‌ای در کار نیست و اون دختر با من میاد. وقتی دید هیچی نمیگم، فقط نگاهش میکنم، لبخند کجی گوشه لبش نشست و به در سالن اشاره کرد. میگم رانندم بیاد ببرتش توی ماشین. تو هم هرچی که دیدی و شنیدی و فراموش کن. فقط یک گفت بود و تموم شد. از کنارم گذشت. در همین حین دستش رو چند بار به روی من نشونه زد. داشتم به طرف در میرفتم که دست به سینه برگشتم و با صدای محکم و جدی گفتم: ولی اون دختر از این خونه هیچ جا نمیره. سر جاش ایستاد. با یک حرکت تند برگشت و نگاهم کرد. و اخم گفت: یعنی چی؟ خونسرد جوابش رو دادم. یعنی همین که گفتم. من به اون دختر نیاز دارم. و تا وقتی که کارمو باهاش انجام ندادم، حق خارج شدن از این ویلا رو ندارم. بلند گفت: منظورت واضح‌تر بگو آشام. چرا لفظه حرف میزنی؟ منظورم کاملا واضح بود. دلارام از اینجا نمیره. همین. با قدم‌های محکم از کنارش گذشتم که با شنیدن صداش بین راه ایستادم. بهتر این کارو نکنی. با من در افتادن عواقب خوبی نداره. خودت که باید اینو بهتر بدونی. من اندازه کافی حرفش رو شنیده بودم، ولی حق این که بیش از این بخواد من رو تهدید کنه رو نداشت. به آرامی برگشتم و نگاهش کردم. من و تو دو گروه جدا هستیم، ولی در امور مشترک، که اونم شامل ایده ها و مأموریت هایی میشد که گاهی من و گاهی اوقات هم تا انجام میدادیم. از همون اول شرط کردیم که کاری به کار هم نداشته باشیم. من هم نمیخوام با وجود این حرفا زحمات تو رو نادیده بگیرم. ولی داری این کارو میکنی. اون هم به خاطر یه دختر. اون دختر برام مهم نیست. مهم کاری که تو کردی. تو موضوع این دختر، هر دو شریک هستیم. چشاش رو باریک کرد و مشکوکانه نگاهم کرد. تو چه نیازی به دادارم داری؟ پوزخند زدم. میتونه برام مفید باشه. دختر زرنگیه. بیشک نمیتونه بی‌خاصیت باشه. نکنه میخوای بیاریش تو گروه خودت؟ نه، به هیچ وجه. پس چی؟ فعلا هیچی، ولی در آینده شاید یه کارایی کردم. خندید. تو هم نمیتونی از جسم و اندام ظریف همچین دختری بگذری، درسته؟ با همون پوزخند گفتم: من از بقیه جدا هستم. شاید نگاه من همیشه به دنبال فواید آدماست، نه به نیاز جنس. لبخندش محو شد. لبخند کمرنگی روی پیشونیش نشست و گفت: پس میخوای همینجا بهم گل بدی به محض اینکه کارت تموم شد بیچونه چرا ردش کنی طرف من؟ سکوت کردم. به شایان نیاز داشتم، چون آدمی نبودم که بیگدار به آب بزنم. سرمو تکون دادم. برای بعد تصمیم میگیریم. نه، همین الان بهم گل میدی. نفسمو سنگین بیرون دادم و گفتم: خیلی خوب. نگاهش درخشید و با لبخند به طرفم اومد. دستش رو به طرفم دراز کرد. نگاه کوتاهی بهش انداختم و باهاش دست دادم. تصمیمی درستی گرفتی. خوشحالم رابطه ما همچنان دوستانه پابرجاست. فقط نگاهش کردم. دستش رو رها کردم که به طرف در رفت. ولی بین راه ایستاد و با صدایی که خوشحالی توش مشهود بود گفت: راستی یه خبر خوش. ارسلان داره برمیگرده. دیشب فرصت نشد بهت بگم. ناخودآگاه اخمام توی هم رفت و گفتم: واسه چی میاد؟ لبخندش کمرنگ شد. ارسلان برادرزاده من و دوست صمیمی تو. یادت رفته؟ جدی گفتم: فقط میخواستم بدم قصدش از برگشت به ایران چیه. اون که عاشق آمریکا بود. نمیدونم، فقط گفت دیگه از آب هوای آمریکا خسته شد. واسه مدت زیادی مهمون ماست. عالیه. پس دیگه توی انجام مأموریت‌ها تنها نیستی. به هر حال دوره مأموریت‌های من برای تو هم تموم شده. اتفاقا برعکس. میخوام هر دو کنار هم فعالیت کنیم. مکس کردم. کی برمیگرده؟ درست یه هفته دیگه. با لبخند از سالن بیرون رفت و من هم کنار پنجره ایستادم. در حالی که از پنجره باغ رو تماشا می‌کردم، ذهنم کشیده شد به گذشته و ارسلان، کسی که در ظاهر دوست و در باطن بزرگترین دشمن من محسوب می‌شد. دشمنی که با خشم دستام رو گره کردم و فشردم. دلارام 2 روزه که توی این اتاق زندونیم کردن و جز خدمتکارا کسی تو اتاق نمیاد که اونا واسه گذشته این سینی غذا و بردنش میومدن تو و بدون
این که حتی یه نگاه کوتاه بهم بندازن میرفتن. توی این مدت کارم یا گریه بود یا دلهره و نگرانی. به همه چیزا همه کس فکر میکردم. وقتی یاد بابام میافتادم آه میکشیدم و فقط میگفتم چرا وقتی یه آدم ساده‌لو یه سنگ میندازه توی چاه 10 تا آدم عاقل نمیتونن درش بیان؟ چرا بابام با یه ندونم کاری باعث این همه مصیبت شد؟ برادرم فراموش کرده بود خواهریم داره، نسبت بهش مسئوله. ناخودآگاه پوزخند زدم. اگه مامان یه همچین چیزی رو میشنید میگفت تره به تخمش میره، حسنی به باباش. مامانم خدای ضرب المثل بود. از این رفتارش خیلی خوشم میومد. ساده بود و زیبا. یادش که میافتم میزنم زیر گریه و تهش هم به هک هک میافتم. جوری که صورتم و فیر اون میبرم توی تشک و ملافه رو لای دندونم میگیرم. لبامو اینقدر به هم فشار میدادم که از درد بی‌حس میشد. و این اشکام بودن که روی جابجای ملافه رد پاشون باقی موند. واسه تک تکشون دلم میسوخت. در عین حال نفرتم از شایان بیشتر میشد. با یادآوریش ترس توی وجودم رخنه میکرد. اینکه چی میشه؟ آیا بالاخره وجود منفور شایان از توی زندگیم برای همیشه محو میشه یا نه؟ از طرفی به فرهاد فکر میکردم. اینکه منو به یه اسیری گرفتن. نمیتونم یه زنگ کوچیک بهش بزنم. مطمئن الان خیلی نگرانم شد. خدای چیکار کنم؟ جلوی آینه گدی که توی اتاق بود ایستادم و به سر تا پام نگاه کردم. موهای قهوه‌ای بلندم که رنگشون تیره بود و خیلی کم مشکی میزد. پریشون دورم ریخته بودن. چشای خاکستریم که انگار دیگه مثل سگه شفاف نبودن. یادش بخیر. مامان همیشه میگفت چشات نقشه یه آینه است. آدم میتونه نقشش رو توی چشات ببینه. وقتی بچه بودم اینو بهم میگفت. سری میدویدم میرفتم جلوی آینه و توی چشام خودم زل میزنم که شاید بتونم خودم رو توش ببینم. بابام از این حرکتم میخندید و مامان گونم رو میپوسید. چه روزای خوبی بود، پر از آرامش. به چشای نمناکم دست کشیدم. مژه‌های بلند و مشکی بر اثر خیسی اشکم به هم چسبیده بودن. پوست سفیدم متابی‌تر از همیشه بود. برخلاف لبام همیشه بیرنگ و یخزده بود. لباسام همونا بودن. چقدر ته دلم میخواستم برم حموم و یه دوش حسابی بگیرم. ولی نه. میذاشتن و نمیتونستم. فقط استرس اینو داشتم که قراره چی بشه. شب روی تخت راست کشیده بودم که یکی از خدمتکارا اومد توی اتاق. توی جام نشستم و نگاهش کردم. به امید اینکه چیزی بگه. ولی ظرف خالی غذا رو از روی میز کنار تخت برداشت و از در بیرون رفت. این بار در کمال تعجب کسی در رو نبست. با تعجب داشتم نگاهش میکردم که یکی از نگهبانا اومد تو و با اخم بهم تشر زد. یالا پاشو. ترسی که ریخت توی دلم باعث شد تنم بلرزه. خدای چی شده؟ با دادی که سرم زد لرزون از روی تخت اومدم پایین. بازومو محکم گرفت و از در رفتیم بیرون. حتی یک کوچولو هم تقلا نمیکردم. یه نگاه سرسری به اطراف انداختم. یه راهروی بزرگ بود. کنارمون دو طرف دیوارایی قرار داشت که با فاصله روشون تابلوهای با مناظر مختلف نصب شده بود. یه در انتهای سالن قرار داشت که نگهبان جلوی همون در ایستاد. تکه‌ای به در زد و یه صدای مردونه از توی اتاق گفت بیا تو. نگهبان در رو باز کرد و رفت تو. من هم دنبال خودش کشون توی اتاق. نامرد همچین با خشونت این کارو کرد که یه جورایی پرت شدم تو و موهام ریخت توی صورتم. کاش یه چیزی بود این وامونده ها رو باهاش میبستم. دیگه بازوم توی دستاش نبود. سرمو بلند کردم و همزمان موهام از توی صورتم کنار زدم. با دیدنش که به میز تکیه داده بود از تهش چشام گد شد. آشام بود. با جذبه خاص به میزش تکیه داده بود و به من نگاه میکرد. بدون اینکه چشامو ازش بردارم رو به نگهبان گفت تو میتونی بری. اطاعت قربان. و صدای بسته شدن در رو پشت سرم شنیدم. با همون صدا به خودم اومدم. وسط اتاق ایستاده بودم و اطرافم هم چیزی جز همون یه میز و صندلی، یه کمد فلزی و یه کتابخونه چوبی به رنگ مشکی نبود. یه پنجره توی اتاق درست سمت راستم بود که با پرده‌های مشکی و قرمز پوشیده شده بود. محو اطرافم و یه اتاق خاصم بود که با صداش نگاهم چرخید توی صورتش. تموم شد؟ با تعجب گفتم چی؟ پوزخند و زد و چیزی نگفت. دیدم داره میاد طرفم. زبانم محکم توی دهنم نگه داشتم تا یه وقت چیزی بهش نگم و وضع بدتر نشه. قدماش رو اینقدر محکم و جدی برمی داشت که با هر گام تند تنم میلرزید. نگاهش به قدری نافذ و سرد بود که طاقت نیاوردم و نگاهمو به زمین دوختم. ولی زیر چشمی میپاییدمش. به روبرو که ایستاد آب دهنمو گورت دادم. منتظر بودم هر آن یه چیزی بگه ولی سکوت کرد و این سکوت هر لحظه به تشویق دامن میزد.
تک سرفه‌ای کرد و گفت نگاهم کن. چشامو بستم و روی هم فشار دادم ولی نمیتونستم. صداشو برد بالا و گفت من عادت ندارم یه حرفی رو دوباره تکرار کنم. همینطور دوست ندارم وقتی دارم با شخص مقابل حرف میزنم نگاهش به هر کجا غیر از من باشه. پس نگاهم کن. همونطور که یه ریز پشت سر همه حرف میزد منم آروم سرمو بالا آوردم و همین که حرفش تمام شد نگاه من توی چشاهای سیاه به رنگ شبش قفل شد. عین اینکه توی صورتم زل زده بود بی مقدمه گفت شایان تو رو میخواد. اسمش که اومد دهنم از وحشت باز موند. با جمله بعدیش حس کردم دیگه جونی توی تنم نمونده. منم قبول کردم. چی؟ خونسرد بود. همینش آزارم میداد. سرش تکون داد و پشتش رو به من کرد. در حالی که به میزش نزدیک میشد گفت درست شنیده. همین که دیگه به کارم نمیاد. پس موردی نداره تو رو بهش بدم. پشتش رو به میز تکیه داد. یه تای ابروش رو بالا داد و گفت خب نظرت چیه؟ همین امشب بفرستمت ویلای شایان یا فردا؟ اون خیلی عجله داشت. با حرف آخرش از شوک بیرون و با ترس و لرز رفتم جلوی ایستادم تا تونستم توی چشاش التماس ریختم. خدای نذار بدبخت بشم. اشک توی چشام حلقه بسته بود و کم مونده بود بزنم زیر گریه. احساس خلأ شدیدی میکردم. نگاهش توی چشام در گردش بود. بغض توی صدام داشت موج میزد. انگی قبلا گفتم حاضرم بری میرم ولی پیش اون نامرد نرم. شما این کارو نکنی خودمو میکشم. ازتون خواهش میکنم یه کاری نکنید دستش به من نرسه. ولی حالا که دل شما هم مثل اون کثافت رلزه از جنس سنگه فقط همین راه برام میمونه. عین مجسمم سر جام خشکم شده بود. فقط لبام بود که به آرومی تکون میخورد. چونم در اثر بغض میلرزید. صورتم خیس از اشک بود. قلبم از هر تپش کم مونده بود سینم رو بشکافه. هیچی نمیگفت. منم دیگه حرفی نمیزدم. الان فقط باید غرورم رو حفظ میکردم. نمیخواستم بهش التماس کنم. ولی نگاهم اینو نمیگفت. نگاهم بهش التماس میکرد و این کارو نکن. نفس روش را عمیق بیرون داد و گرماش توی صورتم پخش شد که همون گرما باعث شد نگاهم رو کل صورتش بچرخه. توی چشای سرخش محو بشه. و اگه راه دیگه جز مرگ هم باشه. اول جمله‌اش رو درک نکردم ولی بعد از چند لحظه با تعجب بهش خیره شدم. منظورش از این حرف چی بود؟ مگه راه دیگه هم داشتم؟ فرار میکردم. خب کجا برم؟ یه طرف شایان یه طرف این خونه آشام. دیگه برای همیشه آسایشم گرفته میشد. با شناختی که روی منصوری داشتم اونم راحتم نمیذاشت و حالا هم که این سنگدل گل منو به شایان داد. حاضر بودم بمیرم ولی پیش این کثافت و نکبت نرم. از میزش فاصله گرفت. اگه به موقع خودم رو کنار نمیکشیدم صاف میافتادم توی بغلش. بلوز خاکستری و شلوار پارچه‌ای مشکی تنش بود. بی وجود خیلی خوش‌تیپ و جذاب بود. اخمی که همیشه بر چهره داشت به این جذابیت ذاتیش دامن میزد. دیدم یه قدم دیگه به طرفم برداشت که منم بی اختیار یه قدم رفتم عقب. اون میومد جلو من میرفتم عقب. انگار داشت با هم بازی میکرد. یکی از دستاش توی جیبش بود و اون یکی دستش رو هم مشت کرده بود. منم دستمو بودم پشتم و همونطور که از پشت دنبال یه چیزی میگشتم بهش تکیه بدم نگاهم توی یه نگاه یخ زده قفل شده بود. یعنی این نگاه جوری در آدم نفوذ میکرد که مثل آدم منسوخ شده. حتی قادر به حرکت دادن چشام هم نبودی. لامصب با چشاش جادو میکرد. دعا میکردم دستم به چیزی بخوره که بالاخره خورد. همون کمد فلزی بود که بهش تکیه دادم و محکم سر جام ایستادم. ولی اون هنوز داشت جلو میآمد و با نگاهم میکرد. کف دستمو به بدنه سرد کمد تکیه دادم. سرمو کمی بالا گرفتم. قد بلند بود و ورزیده. جوری جلوم ایستاد که فاصلش با هم یه وجب هم نمیشد. اون دستش که توی جیبش بود رو آورد بالا و خیلی ناگهانی کوبید به بدنه کمد. درست کنار صورتم که از چه داشت مردم و زنده شدم. قفسه سینم از ترس بالا پایین میشد. انگار سرمای کمد به بدن من هم سرایت کرده بود. صورتش رو آورد جلو. منم با ترس سرمو پایین بردم و چشامو بستم. آروم ولی جدی پشت سر هم گفت به راحتی میتونم شایان رو از این تصمیم منصرف کنم. ولی تنها یک شرط. تو فرض کن که الان بهت میگم آزادی و میتونی از اینجا بری. کجا داری که بری؟ پیش منصوری؟ خب از اونجایی که خوب میشناسمش 3 سوته دخلتو میاره. دیگه براش فایده ای نداری. تا اونجایی هم که من خبر دارم کس کاری جز پسردایی مادرت که خب پیش اون هم نمیتونی باشی. چون به محض خارج شدن از اینجا شاید پیدات میتونه.
حتی اگه زیر سنگم باشه گیرت میاره و تو رو با خودش میبره. پس میبینی هیچ راهی برات نمیمونه جز مرگ. و البته دیدم سکوت کرده و چیزی نمیگه. به آرومی لای چشامو باز کردم و نگاهش کردم. چشاش روی جز به جز صورتم در گردش بود. توی چشام ثابت موند. با پوزخند دستشو بالا آورد و چند تار از موهای توی مشتش گرفت. پنجه‌هاشو فرو برد، لابلای موهامو به آرومی کشید. دردم نیومد، چون حرکتش با خشونت نبود. پوزخند میزد و نگاهش همچنان سرد بود. ولی من از درون داغ بودم. فقط کف دستام و پاهام سرد بود و این تضاد رو توی دمای بدنم درک نمی‌کردم. زمزمه کردم و چی؟ صدامو که شنید نگاهش از روی موهام گرفت و توی چشام دوخت. به آرومی سرش رو تکون داد و ازم فاصله گرفت. همین که ازم جدا شد نفسمو فوت کردم بیرون. داشتم سکته می‌کردم. این دیگه کیه؟ گندم خدمتکار مخصوص 2 روزه که بیماره و برای مدت طولانی نمیتونه به اینجا بیاد. و اکثر کارهای من چه خصوصی چه عادی رو اون انجام میداد. به همین خاطر توی این 2 روز نبودش حس میشد. من از تو میخوام که نگاه هم کرد و چیزی نمیگفت. منم که گاگول نبودم. تاترش رو خوندم. ازش میخواست خدمتکار مخصوصش باشم. بدون اینکه چیزی بگم ذهنمو خوند و جواب داد درسته تو باید جای اون کارای منو انجام بدی. لحظه به لحظه از دستورات من اطاعت میکنی. و اگر کوچکترین سرپیچی توی کارت ببینم ادامه نداد. ولی جوری نگاهم کرد که یعنی حساب کار دستم بیاد. من هیچی نمیگم. این یارو فکر کرده کیه؟ خدمتکار مخصوص. اونم واسه کی؟ یه خونه آشام بدتر از منصوری. باز زبانم این موتور کار افتاد و پشت سر هم گفتم اول ببین من قبول میکنم. بعد واسه من کتاب قانون رو کن. من حاضرم همون مرگم رو انتخاب کنم ولی پیش تو کار نکنم. ظاهراً هوا وارد داشته جذاب. پوزخندش عمیق‌تر شد و گفت لازم نیست این همه هرس و جوش بخوری. هرس و جوش اصلی واسه زمانی که میفرستمت خونه شایان. داشت سوء استفاده میکرد عوضی. با عصبانیت نگاهش کردم و گفتم به همین خیال باش. گفتم که من نمیذارم خودم رو میکشم. داد کشید. خب بخوش دختر احمق. کیه که ککش بگزه؟ ده یالا این کارو بکن. یه چاقوی زامندار از توی جیب شلوارش در آورد و پرت کرد طرفم. رو هوا کاپیتم و با وحشت توی دستم فشارش دادم. چرا واسطادی؟ نکنه کار کردن باش رو بلد نیستی؟ با چند گام بلند جلوم ایستاد و دست یخ زدم و توی دست پر از حرارتش گرفت. چاقوی زامندار رو کشید و دستش رو گذاشت کف دستم. دستم از مچ بی‌حس شده بود. دستم رو توی دست خودش مچ کرد و فریاد زد. میخوام بهت نشون بدم خودکشی چه لذتی داره. میخوام بمیری؟ پس چرا دست به دست میکنی احمق؟ چشام تا آخرین حد گشاد شده بود. با ترس نگاهش بین آگو صورت آشام در گردش بود. این روانی داره چی کار میکنه؟ دستمو برد بالا رو به شکمم گرفته بود. اگه دستم توی دستش نبود بیشک چاقو رو ول کرده بودم. زبانم بند اومده بود و میدیدم که شقیقش به شدت نبض میزد. عرق سردی روی پیشونش نشسته بود و صورتم خیس از اشک بود. میترسیدم. خدای دارم میمیرم؟ نه خدا. زبانم بند اومده بود و فقط نگاهم بود که وحشت داشت. از کاشه میزد بیرون. اما اون جدی کارش انجام میداد. و در بین هر دو نفس به نفس افتاده بودیم. و از ترس و اون از خشم. و خشونت داد زد. واسه مردن آماده ای؟ راهی که خودت انتخاب کردی؟ پس دمش رو بچش. برای همیشه. با فریاد دستم که توی دستش بود رو به شکمم آورد پایین که جیغ کشیدم نه. چشم آروم باز کردم. نگاه گنگی به اطراف انداختم. توی همون اتاق روی زمین افتادم و اون روی صندلی نشسته و یه دفعه مغزم به کار افتاد. با وحشت دستم رو به شکمم کشیدم. هیچ دردی حس نمی‌کردم. با تعجب و ترس سرمو بلند کردم و باز به شکمم دست کشیدم. لباسم سالم بود و هیچ لکه خونی هم روش دیده نمی‌شد. پس صداشو که شنیدم سرمو چرخوندم و نگاهش کردم. متاسفم. مگه موفقی نداشتی. حتی عرضه مردنم نداری. با عصبانیت زل زدم توی صورتش توی جام نشستم. خفه شو آشکال. اصلا به تو ربطی نداره که من میخوام چیکار کنم. مردنم دست خودمه. توی کثافت داشتی منو میکشتم. آره میخواستم همین کارو بکنم. سرش داد زدم. پس چرا نکشتی؟ خونسرد جوابم داد. چون خودت نخواستی. با تعجب نگاهش کردم و گفت جیغ کشیدی و گفتی نه. یعنی اینکه نمیخواستی بمیری. اگه دستت خودکشی بود جرأتشو داشتی و این کارو میکردی. ولی خودت نخواستی. درخ روانی تو داشتی منو میکشتی. من گفتم خودم میکشم. نه اینکه تو بیای وادارم کنی.
فرقش تو چیه؟ یادمه که قبلا گفتی بکشمت ولی نذارم شایان تو رو با خودش ببره. منم داشتم همین کارو میکردم. مگه خواسته قلبی همین نبود؟ مسخره خندیدم و با پوزخند گفتم زکی از کی تا حالا به خواسته قلبی این و اون توجه میکنی؟ تو که به سنگم گفتی زرشک. رود کم میشه من هستم. چات وای میستم. با عصبانیت از روی صندلیش بلند شد که منم سریع از روی جام جستم. من تا حدی کوتاه میام ولی از حدش که بگذره هیچ احدی جلو دارم نیست. برای آخرین بار باید فرصت میدم تصمیمت رو بگیری. یا اینجا میمونی و میشی خدمتکار مخصوصم یا همین الان خودم کارتو میسازم. راه سومم که به نظرم بهترین راه بی دردسرین راه محسوب میشه شایانه. مغزم هنگ کرده بود. آشام، مرگ، شایان چه غلطی بکنم؟ اینو راست میگفت. من از اینجا هم که برم باز اینا دست از سرم بر نمیرم. حالا این یکی به بیخیال بشه شاید عمرم به مرگ سر جاش. یه وقت جون فرهادم این وسط به خطر میفته و اینو نمیخواستم. با این یارو تازه به دوران رسیده هم که نمیتونم کنار بیام. مطمئنم اینجا بمونم روزای سختی رو در پیش دارم. شایدم که کلا نمیخوام حتی بهش فکر کنم. میمونه مردن من خر که خاک سر بر کنم اینقدر ترسوام. ولی جون آدم نقل نبات نیست. وقتی میتونم زندگی کنم و واسش راه هست چرا خودم رو بکشم؟ با کشتن خودم چی عایدم میشه؟ این دنیا خرما و حلوا که خیرات نمیکنن. تاش یه راست میبرم روی هیزمای جهنم. زنده زنده کبابم میکنن که دیگه. از که تا حالا اونایی که خودکشی کردن اسمشون میره تو لیست بهشتیه که من صابون به دلم بزنم. با خودم بدجور درگیر بودم. قرار نیست بزرگترین تصمیمم رو تو بگیری که این همه فکر میکنی. بهش توپیدم. کمترم نیست. خونسرد جواب داد تا 5 میشمارم. تو اون وقت فرصت داری جوابم را بدی. 1 آشام، مرگ، شایان، کدوم خدا؟ 2 شایان که اصلا به هیچ وجه. 3 دست پام میلرزید. این خونه آشام که از همشون بهتره. پیشش باشم روزی 100 بار میمیرم و زنده میشم. نمیتونم جوابشو ندم چون آخرش به کتک کاری میرسه. نه اینم نمیشه. 4 مرگ، نه خدا میترسم. مرده شیره جربازمو ببرن که یه جرأت نداری دلارم یعنی خاک. 5 آشام. صورتمو توی دستم پوشوندم. تازه با خودم فکر کردم ببینم چی گفتم که دیدم دیوانه. آشام انتخاب کردی. چرا یه ثانیه فکر نمی‌کنی تو دختر؟ اصلا چی شد اینو گفتم؟ چی شد؟ انتخابت رو کردی؟ آروم دستم از روی صورتم پایین کشیدم. جلوی ایستاده بود. یعنی اینقدر خروپف نفهمه؟ فقط سرمو تکون دادم. خب کدوم؟ گفتم دیگه. چی گفتی؟ انتخابمو. نشنیدم. یه بار دیگه بگو. تو دلم گفتی کری؟ چی بگم؟ با حرص گفت منو با بازی نگیر دختر. بگو انتخابت چیه؟ سعی کردم بی‌تفاوت باشم و حرفمو بزنم. واسه همین در حالی که خیره تو چشاش بودم گفتم اینجا رو قصر شایان ترجیح میدم. اخماش کمی از هم باز شد. در حالی که سر تکون میداد گفت حتی به مرگ. منم سرمو تکون دادم و تکرار کردم حتی به مرگ. لبخند کج نشست گوشه لبش و گفت بسیار خوب. من همینجوری نمیتونم تو رو اینجا نگه دارم. یه سری شرط و شروط لازمه که حتما باید بهشون عمل کنی. با تعجب گفتم چه شرطی؟ باید اینو بدونی که من میتونم بدتر از شایان باشم و اگه یه روز فکر فرار به سرت بزن من زودتر از اون پیدات میکنم و زمانی که پیدات کنم خودت و کسی رو که بهت پناه داده رو زنده نمیذارم. شیفهم شد؟ با تردید سرمو تکون دادم. باید یک سری قرارداد امضا کنی و بهم تعهد بدی. همه کارهای من به تو مربوط میشه و باید اونا رو به نحو احسن انجام بدی. چه کارهای شخصی چه معمولی. بدون اجازه من حق نداری از ویلا بیرون بری. اگه مورد مشکوکی ازت ببینم بهت حق نزدیک شدن به تلفن رو هم نمیدم. اتاقت درست روبروی اتاق منه. انتهای همین راه رو. تلفن اتاق روی پیغامگیر تنظیم شده که هیچ کس جز من نمیتونه برات پیام بذاره. و برای زمانی که باهات کار فوری دارم وقتی ازت خواستم با اتاقم بیای اگه یه دقیقه تأخیر کنی باید پای واقعش هم بیستی. به هیچ کدوم از خدمتکارا اجازه ورود به اتاق و مکانهای شخصیم رو نمیدی. فقط تو باید این کارو بکنی. اگه بفهمم کارتو دادی به بقیه انجام بدن به سختی مجازاتت میکنم. راست ساعت 7 از خواب بیدار میشی و بعد از ظهر 2 ساعت استراحت داری. تا ساعت 12 شب باید تحت نظر و امور من باشی. غذات رو با خدمتکارای دیگه میخوری. میمونه بقیه کارا که اونا رو هم بد میگم. اون حرف میزد و من دهنم لحظه به لحظه بیشتر از باز میشد. چشم از کاسه زده بود بیرون و از تعجب کم مونده بود پس بیفتم. بابا خفه نشی. اونم این همه پشت سر هم قانون میکرد نفس کم نیاورد.
چی میگه؟ مگه پادگانه؟ ساعت 7 صبح بیدار، 12 شب خاموشی. از صبح تا شب باید در خدمت آقا باشم. اینجور انواع تو که میاره جلوی چشام. توی خونه منصوری من قراره باید هم کلفتی میکردم هم پرستاری. یه تن و یه دست تنها. ولی اینجا شدم خدمتکار مخصوص. یه جورایی سرتر از بقیه کار کنم. میگن کاچی به از هیچی. ما هم پامونو میذاریم روی رکاب و میذاریم به جاده تا ببینن تهش به کجا میرسه. ایول عجب حمومیه. توی خونه منصوری حموم خدمتکارا جدا بود که به هیچ وجه به پای این سرویس نمیرسید. در دیواراش از تمیزی برگ میزد. اتاقم حموم جدا داشت که وقتی وارد شدم برگ از کلم پرید. یه دور نگاهم اطراف چرخوندم. یه وان بیضی شکل بزرگ به رنگ سفید. سمت چپه لبه وان چند شامپو و صابون چیده شده بودن. یه حموم شیشه‌ای با فاصله کم از وان درست کنارش قرار داشت. 2 تا دوش داشت که یکیش متحرک بود و شیشه‌ای که جای دیوار توش کار شده بود. کاملا صاف و شفاف بود. کاشی‌ها و سرامیکای کرمی رنگ، یک قفسه شیشه‌ای سمت راست که توش پر بود از انواع شامپوها و نرم کننده‌ها. 2 تا شمع بزرگ هم گذاشته بودم توی قفسه که وقتی بوشون کردم دیدم عجب عطری داره. بوی یاس. می‌رستم روشنش کنم، فضای همون پر از رائحه خوش عطر یاس میشه. برگشتم. چشمم به آینه گدی افتاد که درست روبروی حمام شیشه‌ای قرار داشت و کنارش یه جال لباسی فلزی به دیوار آویزون بود. حولم رو بهش آویزون کردم و دیگه معطلش نکردم. سری لباسامو در آوردم و حالم داشت از خودم به هم می‌خورد. منی که عادت داشتم هر روز دوش بگیرم. این مدت حتی یک قطره آب به تنم نخورده بود. سری وانو پر کردم و از آب نشستم. چه حسی معرکت. کمی از شامپوی بدن ریختم توی آب و صابون رو هم برداشتم. بوی گل یاس میداد. به بدنم کشیدم و از حس خوبی که بهم داد، بوی مطبوعی که بینیم رو نوازش کرد، لبخند عمیقی نشست روی لبام. توی وان لم دادم و با خودم گفتم نه همچینم بد نیستا. یه جوری فکر کنم بتونم اینجا رو تحمل کنم. با این فکر توی آینه نگاه کردم و یه چشمک واسه خودم فرستادم و با شیطان ادامه دادم البته که خوناشام خوشگله رو در نظر نگیریم. خندیدم. الان میخندم ولی میدونم بعد که کارم اینجا شروع بشه روزای سختی رو با وجود آشام باید تحمل کنم. کارم که تموم شد دوش گرفتم و حولم رو پوشیدم. هنوز بدنم خیس بود. از نوک موهام قطرات آب به روی شونه‌هام میچکید و سر میخورد. در حالی که سرم پایین بود سرخوش از همون بیرون اومدم. همونطور که لبخند روی لبم بود سرم رو بلند کردم که با دیدنش شوکه شدم. از ترس جیغ کشیدم. وای. نشسته بود روی تخت و با اخم کمرنگی زل زده بود به من. وای خدا نفس میزنم. نکنه واقعا این خوناشامه و یهو جلوی آدم ظاهر میشه. چون ظاهرش کاملا غیر منتظره بود به کل فراموش کرده بودم الان توی چه وضعیت جلوش ایستادم. یه حوله کوتاه تا بالای زانو که قسمت سرشونش باز بود. نگاهش دیدم که از نوک انگشتای پام تا توی چشام آنالیز کرد. تازه اون موقع بود که به خودم اومدم. خاک عالم سرم. شدم یک گلوله آتیشو داد زدم. هی چشای کورشاداتا به چرخ اونور تا با همین ناخونم از کاسه درشون نیاوردم. اینجا مگه اتاق تو من نیست؟ پس چرا اینه خر؟ از جاش پرید که با همین حرکت کوچیک به جا ساکت شدم. خواستم بودم از در برم بیرون که دیدم بدتر میشه. و این سرباز کجا برم؟ ولی بازم سر جام نایستادم. اون هم میومد جلو من میرفتم سمت چپ. خواستم بودم که نامرد نذاشت و با 2 قدم بلند جلومو گرفت. نگاهش که کردم دیدم صورتش از عصبانیت سرخ شده. تا به خودم میام موهامو توی چنگ فرو گرفت و کشید. سرم به عقب کشیده شد. بلند جیغ کشیدم. صورتش رو آورد جلو مماس با صورتم گفت باید یادت بدم با رئیست چطور صحبت کنی. من هر کاری که دلم میخواد میکنم احمق. موهامو محکم‌تر کشید و داد زد هر کار. شیفم شد. دستمو گذاشتم روی دستش که موهام بیشتر از این نکشه. ولی نتونستم جلوشو بگیرم. یکم توی چشاش که از درد جمع شده بود نگاه کردم و در آخر با خشونت رهاش کرد. با این کارش موهای نمنکم باز شد و همونطور آزادانه ریخت روی شونم. نمیتونستم ساکت باشم. از الان باید بهش حالی کار میکردم. من مثل خدمتکار قبلیش نیستم. آب دهنمو گورت دادم و به موهام دست کشیدم. فقط توی چشام زل زده بود. وقتی از این اتاق حریم خصوصی من محسوب میشه و دوست دارم هر کی که میخواد واردش بشه قبل از ازم اجازه بگیره. پوزخند زد و با نوک انگشتاش اشاره کرد
در حالی که نگاهش هنوز توی چشام زل بود و جدی گفت بهتر از الان پا روی دومم نذاری دختر. اگه بخوای با هم در بیافتی و حرف روی حرفم بیاری، اون وقتی که خودم خلاصت میکنم و نمیذارم کارت به خودکشی این حرفا بکشه. بلندتر داد زد. پس بهتر اینو خوب توی گوشه‌های کرت فرو کنی که اینجا همه با دستور من کر میشن و کور. تو هم مستثنا نیستی و جزی از اونایی. ازم فاصله گرفت. ترجیح میدادم فعلا سر به سرش نذارم چون بد فرم پاچه میگرفت. لباست بپوش و با من بیا و چند تا نکته رو بهت بگم. واسه همینجا نشسته بود. خب خبرت بیاد. صبر میکردی تا بیام بیرون. این عجله معلق ظاهر میشدی. باشه پس برو بیرون. هیچ حرکتی نکرد. سر جاش ایستاده بود و نگاه هم میکرد. دیدم باز نگاهش داره روم کشیده میشه که با حرص گفتم پس چرا نمیری؟ نکنه پا روی دومت گیر کرده. با زبانینی شد. چپ چپ نگاه هم کرد که دون گفتم میخوام لباس بپوشم. البته با اجازه شما. و از گز شما رو بیشتر کشیدم. با فشار دادن دندوناش روی هم و فک منقبض شده بود و از در که رفت بیرون یه نفس راحت کشیدم. خدایا من بدبخت قرار با این زبان نفهم زندگی کنم. بیچاره از اینی که هستم میشم. طاقت حرف حساب نداره. سریع فازان نوالش قاطی میکنه. جریان من کم شانس هم میگیره. خدایا کرمت رو شکر. اینم آدم تو آفریدی؟ لباس فرمم درست شبیه لباس قبلی گندم بود. ولی من از لباس فرم خوشم نمیومد. توی خونه منصوری هم عادی میگشتم. واسه همین یه سارفون بنفش و یه بلوز سفید تنم کردم. و یه شلوار جین سفید. یه شال بنفشم انداختم روی سرم که نمینداختم سنگین تر بود. یاد چند دقیقه پیشمون که میافتم خندم میگیره. فقط اون قسمت هایی که نباید میدید و ندید. وگرنه در حد عالی سر تا پامو دید زد. از در که رفتم بیرون ندیدمش. داشتم توی دلم ذوق میکردم که سر و کلش از ته راه رو پیدا شد. نیشم که باز شده بود خود به خود بسته شد. لباسش عوض کرده بود. یه بلوز نوک مدادی و کت اسپورت هم رنگش. شلوار جین مشکی و یه شال مشکی با خطای ظریف سفید هم بالا یه حالت جذابی انداخته بود دور گردنش. تیپ گیاوش درسته تو حلقم فقط گیافی داره وگرنه اخلاق زیر صفره. نگاهش که به من افتاد قدماشو آروم کرد. از همونجا به سر تا پام نگاه کرد و دیدم که روی لبش پوزخند نشست. کنارم ایستاد و به راهش ادامه داد. ولی از بغلم که رد شد گفت بیا دنبالم. منم مطیع پشت سرش راه افتادم. خدا رو شکر به لباسم گیر نداد. اون جلو میرفت و منم پشت سرش. از همونجا نگاهم چرخید روی شونه‌های پهن و عضلانیش که کم مونده بود کت اسپورتش را پاره کنه. حسابی توی تنش کیپ شده بود. از پله‌ها پایین رفت. خدمتکارا به صف جلوی پا گرد ایستاده بودن. جلوش ایستادم که آشام رو بهشون جدی گفت تا مدتی که گندم نیست این خانم وظایف اون رو انجام میده. از حالا به بعد دلارام مستخدم شخصی منه. قوانین رو میدونید و توقع دارم مو به اونها عمل کنید و اگه دلارام سوالی در این خصوص داشت راهنماییش کنید. همه چی روشنه؟ همه که مطیعانه سر تکون دادن و اطاعت کردن. مرخصشون کرد و بهم گفت باش برم. به طرف یه در رفت و جلوش ایستاد. با لحن خشکی بهم گفت به هیچ عنوان حق ورود به این اتاق رو نداری. این اتاق و اتاق بالایی که درست انتهای راه رو قرار داره. این به بقیه مستخدمینم گفتم. دیگه حرفی نمیمونه. و اگه سوالی داشتی میتونی از من یا یکی از خدمتکارا بپرسی. نکات مهم رو خودم بهت گفتم. از کنارم رد شد که فکر کردم اینو بپرسم و یه دفعه از دهنم پرید. کجا میرین؟ سر جاش ایستاد با آرومی برگشت و نگاهم کرد. یه تاره ابروش رو بالا داد و به سردی گفت چیزی گفتی؟ جوابش شونمو بالا انداختم و گفتم پرسیدم کجا میرین؟ خب مگه خدمتکار مخصوصتون نیستم؟ نباید بدونم کجا میرین، کی میان، غذا چی میخورین؟ کلافه پرید وسط حرفم و گفت بسته. تو فقط یه خدمتکاری. مدیر یا منشی من نیستی که این چیزا رو بهت مربوط باشه. گرچه من حتی به منشیم هم چنین اجازه ای رو نمیدم، چه برسه به تو. تو رو یه جوری گفت که ازش بوی حقارت میچکید. توی چشاش آروم گفتم شما حرفتو زدی، منم یه چیزی میگم شما گوش کن. نمیذارم چپ و راست منو به باد حقارت بگیرین. درسته قبول دارم خدمت کارتونم و باید به وظایفم عمل کنم. ولی اینها دلیل بر رفتار ناشایست شما نمیشه. حالا این من بودم که یه پوزخند تحویلش دادم و سریع سالن رو ترک کردم. میدونستم الان به اندازه کافی عصبانیش کردم و اگه میموندم حسابمون میرسید. دلم واسه فرهاد تنگ شد.
مطمئنم توی این مدت کلی نگرانم شده. نمیخواستم بیشتر از این بیخبر باشه. انقدر این مدت اتفاقات پشت سر هم برام افتاده بود و همش توی شوک بودم که نتونسته بودم بهش یه جورایی از خودم خبر بدم. پس بعد از رفتن آشام گوشی تلفن رو برداشتم و شماره‌اش رو گرفتم. صداش که توی گوشم پیچید ناخودآگاه لبخند زدم. اما یکم گرفته بود. بله بفرمایید. بعد از یه مکث کوتاه آروم گفتم سلام آقای دکتر. چند لحظه صدایی نشیدم ولی یه دفعه انگار اون طرف خط بمب منفجر شد. همچین داد زد و گفت دلارام که مجبور شدم گوشی رو کمی از گوشم دور کنم. خندیدم که بلند گفت خودتی دختر؟ کجایی؟ نصف عمرم کردی دلارام. الو خوبم فرهاد. میخوام ببینمت. باشه وای خدا. معلوم بود حال شده بود که اینجوری به نفس افتاده بود. الو فرهاد خوبی؟ شنیدم که نفس عمیقی کشید. مهم نیست فقط بگو کجایی. الان خودمو میرسونم. نمیدونم. چی؟ یعنی چی که نمیدونم؟ این مدت کجا بودی؟ دلارام یه چیزی بگو. داری منو میکشی دختر. دیگه حرفی بزن. با خنده گفتم آخه مگه مهلت میدی منم حرف بزنم؟ چه خبرت آقای دکتر؟ تو اگه بدونی توی این مدت چی به من گذشت اینو نمیگفتی. خواهش میکنم بگو کجایی؟ صداش به حدی گرفته و عصبی بود که لبخند از روی لبام محو شد. باشه صبر کن الان میپرسم. رفتم توی آشپزخونه و به یکی از خدمتکارا گفتم آدرس اینجا رو بگه. اونم با اکراه زیر لب گفت و منم مو به مو به فرهاد گفتم باشه الان راه میافتم. گوشی را قطع کرد. با شنیدن صدای همون خدمتکار سرمو بلند کردم و نگاش کردم. واقعا آقا رو در جریان میذاشتی؟ چی؟ با اخم گفت آقا خوششون نمیاد بدون اجازهشون کسی کاری انجام بده. جوری با اخم و شتر به هم حرف میزد که انگار چه خبره. یا درست گفتم دیگه. اینجا خدمتکارم زندانی که نیستم. شما نگران نباش. من قبلا ازشون اجازه گرفتم. ابروشو داد بالا و با تعجب نگاه کرد. به آشپزخونه نگاه کردم. بزرگ و مجهز بود. انواع لوازم آشپزخونه رو روی کابینت‌ها چیده بودن و کابینت‌ها و سنگ‌هایی که توی آشپزخونه کار شده بود همه به رنگ سفید و صدفی بودن. یه پنجره بزرگ هم درست به روبرو بود که با پرده‌هایی به رنگ سفید و شکلاتی پوشیده شده بود. توی آشپزخونه 3 نفر بودن. 2 زن و یه مرد که زن‌ها لباسای مخصوص به تن داشتن. سر تا پا سفید که البته فقط پیشبنداشون سرمه‌ای بود. یکیشون که همون فضوله بود جوان بود و سبزه. بهش میخورد فوقش 27-28 سالش باشه. یکی دیگرشون هم که مرد بود نیمی از موهاش ریخته بود. چهرهش جدی بود و بهش نمیخورد 45-46 سالش بوده. بعدی که مسن‌تر از بقیه بود. داشت پیاز خورد میکرد و گاهی با پشت دست اشکشو پاک میکرد. به خاطر پیازا به این روز افتاده بود. دلم براش سوخت. رفتم جلو و گفتم بدیم من خورد کنم. سرشو بلند کرد و مهربون گفت نه دخترم این وظیفه منه. باشه منم اینجا مثل شما. یه پیاز خوردن که جزء وظایف محسوب نمیشه. میخوام کمکتون کنم. نه دخترم نمیشه. آقا بفهمه عصبانی میشه. سرش انداخت پایین و به کارش ادامه داد. همچین میگن آقا انگار کیه؟ غلط کرده عصبانی میشه. واسه یه پیاز خورد کردن حالا من خورد کنم یا یکی دیگه؟ چی میشه مثلا؟ حالا که این همه اصرار میکنه بتول خانم بدیم بهش. به هر حال اونم اینجا خدمتکاره. با اخم نگاهش کردم و خواستم یه تیکه چرباچیله بارش کنم که بتول خانم بهش گفت نه مهری این دختر خدمتکار مخصوص آقاست. این کار جزء وظایفش نیست. اونم به چشم نازک کرد و در حالی که با خشم به من نگاه میکرد گفت خدمتکاره. چه فرقی میکنه؟ به نظر گندم خیلی خوب با کارش آشنا بود. فکر نکنه این بچه بتونه از پس کارهای آقا بر بیاد. بعد به یه پوزخند حوالم کرد. تا خواستم بهش بگم تو رسانه نه؟ کجات میسوزی که داری این همه جلز و ولز میکنی؟ زود از آشپزخونه رفت بیرون. با حرص رو به بتول خانم گفتم این چرا با من لجه؟ واسه اولین بار میبینمش. اون وقت ولش کن مادر. این دختر اخلاقش همینجوریه. پیش خودمون باشه. ولی توقع داشت حالا که گندم نمیتونه بیاد آقا اونو خدمتکار خودش بکنه. ولی حالا که میبینه اینجوری شده یکم از تو رو ترش کنه. به دل نگیر دختر. آها پس بگو مری خانم دلش از کجا پره؟ حالا خدمتکاری هم افتخار داره؟ نه واسه این دیو سنگ اخلاق؟ خندم گرفته بود. هر دیگه یه چیزی بهش نسبت میدادم. بتول خانم میشه یکم راهنمایی کنید؟ دقیقا من باید چیکار کنم؟ روغن توی ماهتابه داغ شده بود که پیازا رو ریخت توش. همونطور که تف میداد گفت مگه آقا خودش بهت نگفته دخترم؟ چرا گفت؟ ولی اینقدر یه نفس حرف زد که من هیچی از حرفاش نمیفهمیدم. شعله گاز رو کم کرد و گفت
آقا هر روز رأس ساعت 8 از ویلا میرن بیرون. گاهی برای ساعت 12 ظهر میان ویلا. ولی اکثر اوقات توی شرکتشون میمونن. اما هر شب سر ساعت 8 خونه هستن. دیگه یه وقت اگه براشون کار پیش بیاد شرکت نمیرن. خب این از رفت آمدش. وظیفه من چیه؟ ولی اینطور که آقا گفتن هر روز صبح بعد رفتنشون باید لباساشون رو بشوری و خشک کنی و اتو بزنی. بعد هم با نظم بذاری توی کمدشون. اتاقشون رو مرتب کنی و این کارا رو تا قبل از ساعت 12 ظهر باید انجام بشه. بعد هم که اگه ظهر برگشتن ویلا باید وسایل استراحتشون رو آماده کنی. حالا به هر چی که نیاز داشتن. میز غذاشون رو باید بچینی و مو به مو به دستوراتش عمل کنی. پیازها سرخ شده بودن که گوشت و زردچوبه و نمک رو هم اضافه کرد. ادامه داد آقا روی وسایلشون خیلی حساسن. به تمیزی هم اهمیت میدن. از عطر گل یاس خیلی خوششون میاد. برای همین هر شب باید از اسپری گل یاسی که روی میز اتاقشون هست اطراف اتاقشون بزنی. عطر یاس بوش تون نیست؟ خندید. نه دخترم. آقا از اصلش استفاده میکنه. اتفاقا بوش خیلی هم مطبوع و لطیفه. با لبخند سرمو تکون دادم. لوبیا قرمز و سبزی سرخ کرده رو هم اضافه کرد. داشت قرمه سبزی رو درست میکرد. مواد رو خالی کرد توی قابلم و یکم آب جوش ریخت روش. بعد هم گذاشت سر گاز و شعله‌اش رو گذاشت روی متوسط تا بجوشه. به کابینت تکیه دادم و منم کنارش ایستادم. با لبخند توی چشاش نگاه کردم و گفت شبا قبل از خواب عادت دارن دوش بگیرن. بعد وسایلشون رو تو حاضر کنی. هیچ کدوم از خدمتکارا حق ندارن وارد اتاقش بشن. جز خدمتکارش. صبحها قبل از رفتن به شرکت دوش میگیرن که باید اون موقع بیدار بشی. چه ساعتی؟ 7:30. شما چند سالته اینجا کار میکنی؟ معلومه مدت زیادیه. خندید. پوست سفید و صورت گرد. چشای قهوه‌ای داشت. قدش هم متوسط بود. هیکلش کمی توپل بود و همین با نمک مهربان‌ترش نشون میداد. پیش خودم حدس میزدم 50 خورده سالش باشه. با شنیدن صداش حواسش جمع شد. آره دخترم. من 10 سالیه واسه آقا کار میکنم. با تعجب گفتم اوه چه باحال 10 سال. پس همه چیز از اینجا خبر داری. نه دخترم. فقط اونایی که به کارم مربوط میشه. من که مشاور آقا نیستم. با خنده سرمو تکون دادم. آره ببخشید. حواسم نبود. به اون آقا اشاره کردم آروم به بتول خانم گفتم ایشون مثل شما؟ نه. شکوهی مشاور آقاست. با تعجب صدامو آوردم پایین گفتم واقعا؟ آره دخترم. خب دیگه من برم. کلی کار سرم ریخته. کمک خواستین حتما بهم بگید. با محبت به گونم دست کشید و گفت فدای دل مهربونت. تو هم وظیفه خودت رو داری. لبخند زدم. تعارف نمی‌کنم بتول خانم. اگه وقتم آزاد بود میام کمکتون. خندید و گفت باش عزیزم. تو هم برو به کارات برس. اون مرد که اسمش شکوهی بود از آشپزخونه رفت بیرون. تا اون موقع داشت یه چیزایی روی برگه مینوشت. حتی سرش رو بلند نکرد به من نگاه کنه. منم برگشتم بیرون که بتول خانم صدام زد. بله. دخترم اسمت مثل خودت خوشگله. به دل من که نشستی. از این همه مهربونی که توی صداش بود یه حالی شدم. به روش لبخند پاشیدم و در حالی که سرم زیر انداخته بودم صادقانه گفتم ممنونم. من همین حس رو نسبت به شما داشتم. نگاهش آروم بود. همون نگاه مهربون که منو جذب خودش میکرد. مادرم راهم یادم مینداخت. وقتی اسمم صدا میزد و میگفت دلارام آروم مادر بیا. قبل از اینکه بتونم نم اشکم رو توی چشام ببینه از آشپزخونه زدم بیرون. چشامو محکم روی هم فشار دادم که اشکم بره. تا خواستم چشم باز کنم محکم خودم به یکی که اگه به موقع بازومو نگرفته بود منو نکشیده بود سمت خودش به پشت نکش میبستم. با وحشت چشامو باز کردم که دیدم خودشه. جلوم ایستاده بود. با اخم نگاهم میکرد. با دیدنش آب دهانمو قورت دادم. فشاری که به بازوم آورد باز شد به خودم بیاد. مگه شما نرفته بودی؟ کار داشتم که برگشتم. باید بهت جواب پس بدم. به جای خواستم بازوم از توی دستش بیرون بکشم که بیفایده بود. ولش کن شکست. دیدم هیچی نمیگه. نگاهمی کشیدم بالا و زار زدم توی چشاش. اخمش کمرنگ شده بود. بهش توپیدم. های با تو بودم و بهت میگم دستمو ول کن. هیچی نگفت و آروم دستشو از دور بازوم برداشت. با عصبانیت گفت با چشم بسته توی وینا میچرخی که چی بشه؟ اینجوری داری به وظیفت عمل میکنی؟ در ضمن بهتره درست حرف زدن و هر چه زودتر یاد بگیری. به هیچ عنوان از لحن و نوع گفتارت خوشم نمیاد. توی دلم گفتم به درک. حالا کی گفته تو باید حتما خوشت بیاد؟ همین که هست. یه دفعه بی هوا کف دستش رو محکم گذاشت روی دهنم که هم خفه شدم هم چشم از تعجب
گرد نلبکی گشاد شد. در ضمن اون زبان درازت هم بهتر کوتاهش کنی، وگرنه خودم دست به کار میشم. یکم توی چشام خیره شد و بلندتر گفت حالیته؟ سرمو تکون دادم. دستشو که برداشت چند نفس عمیق پشت سرم کشیدم تا حالم جا بیاد. بعد رو بهش گفتم مگه لحنم چشه؟ جوابم رو نداد. از کنارم رد شد و به طرف پله ها رفت. داشتم رفتنشو نگاه میکردم که تون تون از پله ها بالا رفت و یکی از دستاش هم توی جیب شلوارش بود. انگار این جنس واسش یه جور عادی شده بود. آیفون زنگ خورد و کسی هم نبود جواب بده. چون آیفون تصویری بود، چهره فرهاد رو از روی مانیتور دیدم. بدون مکس در رو باز کردم. از پشت پنجره دیدمش که بدو به طرف ساختمان میومد. یک کت اسپورتی سرمه‌ای و بلوز آبی روی روشن تنش بود و شلوار جین سرمه‌ای. دوتا از نگهبانا جلوشو گرفتن. فرهادم با عجله یه چیزایی بهشون میگفت که یکیشون نگهش داشت و اون یکی با موبایلش شماره گرفت. فرهادم کلافه دور خودش میچرخید. نگهبان که تلفنش رو قطع کرد رفت کنار و گذاشت فرهاد بیاد تو. سعی پرده رو انداختم به طرف در که نرسیده بود بهش باز شد و فرهاد نفس زنان اومد تو. بعد از این همه مدت که دیده بودمش واقعا ذوق زده شده بودم. با لبخند و صدای بلند گفت سلام. آقا دکی خودمون چی شد؟ تا خواستم حالشو بپرسم با حرص به طرفم دوید و تا به خودم بیام دیدم منو گرفته توی بغلش. از این کارش شوکه شدم. همونطور که آروم تکونم میداد زرگوشم نجوا کرد. دلارام کجا بودی دختر؟ فرهادو دگ دادی. سرشو بلند کرد و صورتم رو توی دستاش گاب گرفت. منم مبهوت سرجام خشک شده بود و نگاهش میکردم. بازم محکم بغلم کرد و گفت تو اینجا چیکار میکنی دلارام؟ چرا گذاشتی تو بیخبر بمونم؟ چرا دختر؟ چرا؟ این مجسمه صاف و صامت ایستاده بودم و اون زیر گوشم زمزمه میکرد. خواستم یه چیزی بگم و خودم از توی آغوشش بکشم بیرون که صدای فریاد یه نفر هر دومون رو از جا پراند. اینجا چه خبره؟ این چه غلطی میکنی؟ صدا از پشت سرم بود. فرهاد به آرومی من از خودش جدا کرد. برگشتم به پشت سرم نگاه کردم. آشام برق غلیظی زل زده بود توی چشای فرهاد و منم با دیدن صورت سرخ عصبانیتش مات سر جام مونده بودم. یه قدم به طرف اون برداشت. جلوم که ایستاده بود رو به من کرد و با تکم گفت نکنه فکر کردی اومدی هتل که سر خود مهمون دعوت میکنی. دوست نداشتم جلوی فرهاد با هم اینطور حرف بزنه، چون در این صورت توضیح دادن این مسائل بهش سخت میشد. به هیچ عنوانم حاضر نبود از این مدت چیزی براش بگم. تک سرفه‌ای کردم رو به آشام گفتم میشه چند لحظه باهاتون حرف بزنم؟ دست به سینه سرش رو بلند کرد و گفت میشنوم. به فرهاد نگاه کردم که کنجکاوانه نگاهش بین من و آشام رد و بدل شد. اینجا نه. یکم نگاهم کرد و بعد چند لحظه به آرومی راه افتاد. فرهاد خواست چیزی بگه که زیر لب بهش گفتم همینجا باش فرهاد، الان برمیگردم. دیگه صبر نکردم و رفتم طرف آشام که جلوی پله ایستاده بود. ویلا جوری بود که وقتی از دور او وارد می‌شدی مستقیم اولین چیزی که نگاهت بهش می‌افتاد ردیف پله‌های ارضی بود که وسط سالن قرار داشت و تو طرفش از طرف پاگرد راست سالن بزرگی قرار داشت. همون سمت زیر پله‌ها 2 تا اتاق قرار داشت که یکیش همونی بود که حق ورود بهش رو نداشتم. سمت چپم آشپزخونه و سرویس بهداشتی قرار داشت. گوشه به گوشه ویلا مجسمه‌های کریستال طلایی اشیاء عتیقه به چشم می‌خورد. دکوراسیون داخلیش ترکیبی از رنگ‌های شکلاتی و سفید و طلایی بودن. حتی مبلای سلطنتی و صندل‌هایی که با روکش طلایی که توی قسمت مهمونخونه قرار داشت همه چیز زیبا و چشمگیر بود. طبقه بالا هم که فقط اتاق بود و یه راهروی بزرگ که به دیواراش تابلوهای خوشگلی نصب کرده بودن. کنارش که ایستادم به دانا مکس گفت هیچ معلوم است داری چه غلطی میکنه؟ نکنه یادت رفته وظایف تو اینجا چیه؟ پوزخند زد و در حالی که خیره توی چشام بود گفت چه جالب، بدون اجازه صاحب خونه مهمون هم دعوت کنی. اونم توی اولین روز کاریت. مگه بهت نگفتم قبل هر کاری باید با ما مشورت کنی؟ گفتم یا نه؟ خودم من پشیمون بودم. این بار حق رو بهش میدادم. واقعا کارم اشتباه بود. اون صاحب خونه بود و من مستخدم. باید از قبل باهاش هماهنگ میکردم. نه اینکه سرخود کسی رو توی ویلا راه بدم. فکر میکردم اینجا هم ویلای منصوریه که هر کار خواستم بکنم. ولی اینجا واسه خودش قوانین داشت که بارها با آشام بهم گفته بود و من گوش نمیکردم. خودبازی زیاد هم کار دستم میداد. باید کمی خودمو کنترل میکردم. آروم بودم و سرمو زیر انداختم. مثل کسایی که پی به اشتباهشون برن. زیر لب گفتم حق با شماست. من معذرت میخوام. کارم درست نبود. باید قبلش بهتون میگفتم. چند لحظه صداشو نشنیدم. واسه همین نگاهمو بالا کشیدم خیره شدم توی چشاش. دیگه لحنم گستاخ نبود.
کلافه نگاهش رو چرخوند و نفسش رو بیرون داد. وقتی دیدم چیزی نمیگه لبم و با زبانم تر کردم و گفتم اون موقعی که بهش زنگ زدم اونقدر نگرانم شده بود که وقتی بهم التماس کرد آدرس رو بهش بدم منم نفهمیدم دارم چیکار میکنم. آدرس رو دادم ولی بعد که اومد اینجا و نگهبانا جلوشو گرفتن تازه فهمیدم که چیکار کردم. من به غیر از فرهاد توی اقوام نزدیک کسی رو ندارم. واسه همین وقتی دیدم نگرانمه خواستم ناراحتش نکنم. تمام مدت زد توی چشام و به حرفام گوش میکرد. آدم غیر منطقی نبودم. وقتی کسی بهم زور میگفت از خودم و حقم دفاع میکردم. ولی وقتی هم میفهمیدم اشتباه کردم گناهم رو گردن میگرفتم. اخلاقم اینجوری بود. به صورتش دست کشید و نگاهش رو به پشت سرم دوخت. برگشتم و به فرهاد نگاه کردم که کلافه اونجا قدم میزد. و چشم از ما بر نمیداشت. با شنیدن صدای جدی آشام رومو به طرفش کردم. برو یه جوری ردش کن بیا اتاقم. باهات کار دارم. دیگه صبر نکرد و جوابشو بدم. پس پله ها بالا رفت. داشتم نگاهش میکردم که فرهادش پشت سرم گفت دارم اینجا چه خبره؟ این مرد کیه؟ برگشتم آروم گفتم رئیس جدیدم. با تعجب ابروهاشو بالا داد و تکرار کرد رئیس جدیدت؟ نمیفهمم چی میگی. مگه قبلا پیش اون یکی پیرمرده نبودی؟ پس قضیهش مفصل فرهاد. یه روز بیرون با هم قرار میذاریم بهت میگم. الان اینجا نمیشه. با حرص بازوهامو توی دستاش گرفت. با تعجب نگاهش میکردم که خیره شد توی چشامو گفت دختر من با این مدت داشتم از ترس و نگران سکته میکردم. تو میگی با هم قرار میذاری؟ حتی پیش پلیس رفتم ولی اونا هم نتونستم پیدات کنم. دلارام میخوام الان بدونم حتی شده خلاصه ولی همه چیزو بگو. با آرومی بازوم از توی دستاش بیرون کشیدم. خیلی خوب فرهاد. تو چت شده؟ چرا همینجوری میکنی؟ فقط بهم بگو. خدا حالا چی بهش بگم؟ نمیخواستم از موضوع گروگانگیری و اتفاقات اخیر چیزی بفهمم. حالا بهش دروغ میگفتم. آره خب مصلحتی که چیزی نمیشه. شب که تو منو رسوندی خونه وقتی رفتم تو چند چیز واسه خونه نداریم. باید تهیه میکردم رفتم بیرون که با یه ماشین تصادف کردم. با نگرانی نگاهم کرد. تصادف؟ چی داری میگی دلارام؟ آره این مردی که دیدی منو رسون بیمارستان. بعد چند روز که حالم بهتر شد من آورد خونش. بعد که فهمیدم یه خدمتکار نیاز داره، خدمتکار شخصی، بس پیش منصوری بهتر بود اینجا کار کردن. تازه درآمدش هم بیشتر. دیدم آدم بدی نیست، کاری هم بهم نداره. قبول کردم بمونم. با عصبانیت گفت پس چرا گذاشتی این همه مدت ازت بیخبر بمونم؟ همین یارو بهت زد؟ آره خودش بود. و به جای اینکه به یه چیزی هم طلب کار باشه شدی خدمتکارش. بلندتر گفت آره دلارام. به اطراف اشاره کردم آروم گفتم تو رو خدا آرومتر فرهاد. مگه چی شده؟ فوقش دیگه پیش منصوری نیستم. دیگه همینو نمیخواستی. آره میخواستم دیگه پیش اون مرد کار نکنی چون دیدم که باهات چطور رفتار میکنه. ولی اون لاغر سنی ازش گذشته بود و با گفته‌های تو خیالم راحت بود. کاری بهت نداره ولی این مرد و به پله‌ها اشاره کرد. متوجه منظورش شدم. آشام همون جوون و جذاب. نگاهش رو درک میکردم. میدونستم مثل یه برادر دوستم داره. محبت برادری ندیدم ولی فرهاد برام کم نمیذاشت. یادم من هر وقت بهش میگفتم تو مهر برادرم رو دزدیدی اون که بی‌عاطفه بود ولی تو جاش رو پر کردی میخندید و چیزی نمیگفت. ولی اون بهم کاری نداره. مطمئن باش اینجا جام خوبه. محسود نگاهم کرد و آروم گفت هنوزم نمیخواد تصمیم برگردی؟ دلم با من بیا تو خونه من زندگی کن. خندیدم. بشم خدمتکار مخصوصی هستت آقای دکتر؟ و چپ چپ نگاهم کرد و جواب داد دیگه نشتم از این حرفا بزن. اونجا خانمون میکنی. نه فرهاد قبلا هم سر موضوعی بحث کردیم. تو یه مرد جوان و تنهایی. اون بارم که پیشت موندم دیدی چقدر پشت سرم حرف در آوردم. نمیخوام موقعیتت به خطر بیفته. من اینجا کسی نمیشناسه. همه به چشم خدمتکار نگاهم میکنن. ولی تو یه خونه که باشم همه میدونن که ما با هم فامیل ما اونجوری واسه هر دومون بد میشه. تو به اندازه کافی بهم کمک کردی. دیگه اینکه یه کاری هم کنی اذیت بشی رو نمیخوام. چه اذیتی دارم؟ تو سکوت کرد و من ادامه دادم. مثل خواهرتم میدونم فرهاد. ولی مردم که اینو نمیگن. خواست چیزی بگه که صدای آشام رو از بالا شنیدم. داشت صدا میزد. باید برم. آخر هفته یه جوری ازش اجازه میگیرم میام میبینمت. نفس عمیق کشید و سرش رو تکون داد. تا دم در همراهیش کردم. وقتی میخواست ازم خداحافظی کنی اخماش توی هم بود. بازم طاقت نیاورد و با حرص گفت زیاد دور برش نباش. با خنده گفتم نمیشه که خدمتکارشم. حس خوبی بهش ندارم. غیرتی شدی آقای دکتر. پیش منصوری بودم این همه سفارش نمیکردی. سرش رو زیر انداخت و بعد از چند لحظه نگاهم کرد. نمیدونم چرا ولی حس میکردم این بار فرقی میکنه.
گنگ نگاهش کردم و گفتم چه فرقی میکنه؟ هیچی، فقط مواظب به خودت باش. لبخند زدم و سرمون تکون دادم. چشم آقای دکتر، تا مراقب خودت باش. بتونم حتما بهت زنگ میزنم. سرش تکون داد و پشتشو بهم کرد و ازم خداحافظی کرد. خداحافظ. خدا نگهدار. با رفتنش دلم گرفت. فرهاد حامی من بود. درسته. هیچ وقت از مشکلاتم بهش نگفتم. ولی حامی دلم بود. پایان پارت 7.